به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت دانش آموزان عزیز سال هفتم. خان محمدی هستم با تدریس ریاضی. امروز می‌خوایم مبحث ساده کردن عبارت‌های جبری رو یه توضیح کوتاهی بدم و یه چند تا مثال هم با هم دیگه حل بکنیم. قبل از اینکه مبحث ساده کردن عبارت‌های جبری رو با هم دیگه شروع کنیم، باید یه موضوعی رو با هم دیگه یاد بگیریم، بعد بریم سراغ همین موضوع ارزم بزرگتون که ساده کردن عبارت‌های جبری. موضوعی که باید قبلش آموزش ببینیم عبارت‌های متشابه نام داره که حتما اسمش رو شنیدید. حالا می‌خوایم یه بار دیگه با هم دیگه مرورش بکنیم. چیه داستان این عبارت‌های متشابه؟ بچه‌ها ما توی عبارت‌های جبری فقط مقدارهایی رو میتونیم با هم دیگه جمع و تفریق بکنیم که با هم متشابه باشن. یعنی چی با هم دیگه متشابه باشن؟ ببین مثلا من میتونم 3 تا سیب رو با 2 تا سیب جمع بکنم بشه 5 تا سیب. چرا تونستم اینا رو با هم دیگه جمع کنم؟ چون قسمت عددی نه، قسمت حروفی این عبارت، قسمت عددیش برامون اهمیتی نداره. قسمت حروفیش این 2 تا سیبه، اونم 3 تا سیبه. این که هر دو تاشون سیبن برای ما اهمیت داره، چون هر دو تاشون از یک جنس هستن، یک نوع میوه هستن، قابلیت جمع و تفریق شدن با هم دیگه رو دارن. خب 2 تا سیب با 3 تا سیب میشه 5 تا سیب. ولی مثلا همینو اگه من داشته باشم 3 تا سیب به علاوه مثلا 2 تا هلو، این دوتا با هم دیگه قابلیت جمع شدن رو ندارن که اصلا. هلو و سیب یک جنس نیستن، اینا اصطلاحاً با هم متشابه نیستن، قابلیت جمع شدن با هم دیگه رو ندارن که. زمانی شما میتونید دو تا عبارت رو با هم جمع بکنی یا کم بکنی از هم دیگه که اینا با هم متشابه باشن. مثلا میگیم ما 2 تا خونه داریم به علاوه 3 تا خونه میشه 5 تا خونه، ولی 2 تا خونه به علاوه 3 تا ماشین چی میشه؟ قابلیت جمع شدن با هم دیگه رو ندارن که. یا نمیتونیم از هم دیگه کمشون بکنیم. مثلا من 10 تا خونه دارم، 5 تاشو اومدم فروختم، چند تا خونه برام میمونه؟ 5 تا. ولی بگم 10 تا خونه دارم، 3 تا ماشین فروختم، خب چه ربطی اینا به هم دیگه دارن؟ پس برای اینکه بتونیم عبارت ها رو با هم دیگه جمع و تفریقشون بکنیم، باید اینا با هم دیگه متشابه باشن یا حالا اصطلاحاً با هم دیگه شبیه باشن، هم جنس باشند. خب این اتفاق باید بیفته برای اینکه بتونیم دو تا عبارت رو با هم دیگه جمع و تفریقش بکنیم. خب حالا بریم یه چند تا مثال دیگه بزنیم که عبارت جبری واقعا توش پیاده بشه. از مثالای ساده شروع کنیم. مثلا 4x به علاوه 5x منهای 2a. میگه آقا اینا رو با هم دیگه جمع و تفریقشون کن. سوالاشون چیه؟ میگه حاصل عبارت‌های زیر را تا حد امکان ساده نمایید. یعنی یه کاری کن اونایی که با هم دیگه متشابهن یا اصطلاحاً همجنسن قابلیت جمع و تفریق شدن رو با هم دیگه داشته باشن. ببین الان این x قسمت حرفیش، قسمت حروفیش یا قسمت مجهولیش اینم x. پس این دوتا میتونن با هم جمع یا تفریق بشن. حالا این دیگه بستگی به علامتشون داره. این مثبت 4، اینم مثبت 5، چون هر دوتاشون هم علامتن. مثبت 4 با مثبت 5 با هم دیگه میشن مثبت 9x. انگار که مثلا 4 تا سیب به علاوه 5 تا سیب میشه 9 تا سیب. این x حکم همون سیبا رو برامون داره. اما این 2a هیچ همجنسی نداره. چون هم جنسی نداره پس بنابراین نمیتونه با این جمع و تفریق باشه، فقط میاد میشینه کنارش، میشه 9x منهای 2a. یا مثلا مثالای دیگه 5p منهای 2a به علاوه 4x منهای 5p به علاوه 3. میگه حاصل عبارت مقابل رو تا حد امکان ساده نمایید. باز دوباره من اولین قدمی که انجام میدم اینایی که با هم متشابه هستن رو مشخص میکنم. مثلا 5p با این 5p چون p ان با هم دیگه متشابه هن. 2a دیگه هیچ a وجود نداره، 4x هیچ x دیگه ندارم، 3 هم که یه قسمت عددیه، هیچ مقدار عددی دیگه خالی وجود نداره. پس هیچ هم نهش هیچ عذرخواهی میکنم متشابهی براشون وجود نداره. یعنی اینا نمیتونن با هم دیگه جمع و تفریق بشن. حالا من مثبت 5p دارم و منهای 5p، یعنی مثبت 5 تا سیب، مثلا 5 تا سیبش هم مثلا بخورم تموم بشه از بین بره. 5 تا سیب دارم، 5 تاش هم از من گرفتن. این مفهومو داره. خب 5 تا p با منهای 5 تا p کلا هم دیگه رو نابود میکنن دیگه. مثل اینونه که من 5 تا سیب دارم، 5 تا رو میدم به یه نفر دیگه، منهای 5 میشن دیگه. یعنی هیچ سیبی دیگه دست من نیست. نمیام بنویسم 0p چون دیگه اصلا p وجود نداره که بخوام براش عدد در نظر بگیرم. خب آقای خان محمدی حالا این بقیه چی میشن؟ الان این 2a 4x و 3 اونا هیچ متشابهی نداشتن دیگه، فقط نوشته میشن همینجوری منهای 2a به علاوه 4x و مثبت 3 با همون علامتی که قبل از حل کردنمون براشون در نظر گرفته بودیم. با همون علامت‌ها می‌نویسیمشون دیگه. هیچ کاری دیگه ای نمیتونم انجام بدم، هیچ تغییری براش اتفاق نمیفته. مثال بعدی
مثلا 2x به علاوه 4 منهای 5x به علاوه 2. خب بچه‌ها تو اینجور سوالا که پرانتز دارن شما اولین قدمتون باید پرانتزها رو از بین ببرید. تو این عبارت اول 2x به علاوه 4 بدون هیچ دلیلی پرانتز براش گذاشته، یعنی من خیلی راحت میتونم برش دارم، یعنی بنویسمش همون 2x به علاوه 4. اما تو این عبارت دومیه یه منها پشتشه. وقتی منها پشتشه یعنی این منها قراره هر دو تا عددی که داخل پرانتز دارن رو تحت تاثیر قرار بده. منهای پشت پرانتز چیکار میکنه؟ علامت عبارتهای داخل پرانتز رو هر چی هست عوض میکنه. این 5x علامتش مثبته، منها علامتش رو تغییر میده میشه منهای 5x. این مثبت 2 هم علامتش رو تغییر میده میشه منهای 2. من الان پرانتزها رو از بین بردم، پس بنابراین الان خیلی راحت میتونم اون ساده کردنمو رو شروع کنم. میرم سراغ همجنسا یا متشابه ها. بچه‌ها 2x با 5x چون جفتشون x دارن، قسمت حرفیشون، قسمت مجهولیشون عین همه، با هم متشابهن، پس میتونم با هم جمع و تفریقشون کنم. این مثبت 4 و این منهای 2 هم دوباره با هم دیگه قابلیت جمع و تفریق شدن رو دارن چون هر دوتاشون عددن. حالا مثبت 2x با منهای 5x این دوتا با هم علامت نیستن، از هم کم میشن، میشه منهای 3، یه x هم میاد کنارش. مثبت 4 با منهای 2 هم که جفتشون عدد بودن دیگه، مثبت 4 با منهای 2 هم با هم علامت سن، از هم کم میشن، منتها علامت عدد بزرگه رو میدیم یعنی مثبت 4. پس جوابش در نهایت میشه منهای 3x به علاوه 2. بریم چند تا دیگه مثال بزنیم. خب مثلا 2 تا x به علاوه 3y منهای 4 به علاوه 4x منهای 5. میگه این عبارت رو تا حد امکان ساده کن. ما گفتیم قدم اول هدفمون اینه که این پرانتزا رو حذف بکنیم. منتها الان پرانتز رو برای چی گذاشته های خانواده؟ پشتش که علامت نداره، میگم یه دویی داره که داره تو این پرانتز ضرب میشه. شما از کجا فهمیدی آقا اینکه هیچی بینش نذاشته؟ میگم هر موقع بین عدد و این پرانتز هیچی وجود نداره یعنی اون عدد داره تو اون پرانتز ضرب میشه. پس چرا ضرب نذاشته؟ برای خوشگل تر شدن قضیه معمولا ضرب نمیذاریم. حالا من این دو رو میام به صورت آبشاری توی همه عددهای داخل پرانتز پخشش میکنن، دقیقاً مثل همون کاری که منفی انجام شد. بچه‌ها هر مجهول یا هر عبارتی که سمت چپش عدد وجود نداشته باشه یعنی یک. این وقتی می‌نویسه x یعنی یه دونه x. خب حالا این دو ضرب در یک میشه، دو یکی میشه دو تا، علامت جفتش هم که مثبت در مثبت میشه مثبت، این x هم میاد میشینه کنارش. این دو ضرب در این 3 میشه 2 3 تا 6 تا، هر دو تا هم 2 هم 3 جفتشون مثبتن، مثبت در مثبت میشه مثبت، یه y هم دارم که میشینه کنارش. 2 ضرب در 4 میشه 8، 2 مثبت 4 منفی، مثبت در منفی میشه منفی. آقا این پرانتزا همینجا تموم شد، آبشاریه رو چرا توی 4x و 5 ضرب نکردیم؟ ما آبشاری رو تا جایی ادامه بدیم که پرانتز داشته باشیم. اوکی، پس یه به علاوه 4x دارم و یه دونه هم منهای 5. حالا که پرانتز رو از بین بردم میرم سراغ مشخص کردن عبارت‌های متشابه. الان این 2x با این 4x متشابهه، y هیچ متشابهی نداره، این منهای 5 هم با این منهای 8 با هم دیگه متشابهن. خب حالا بریم سراغ جمع و تفریق کردنش. مثبت 2x با مثبت 4x، خب هر دوتاشون هم علامتن با هم جمع میشن، 4 با 2 میشه 6، علامت مثبت هم میتونم نذارم، اولین عدد مثبت رو میتونیم علامتش رو نذاریم، x هم داشته x میچینم براش. این مثبت 6 y هیچ متشابهی یا اصطلاحاً هیچ همجنسی نداره، فقط همجوری نوشته میشه. حالا منهای 8 با منهای 5، 8 و 5 هر دوتاشون علامتشون منفیه، وقتی هم علامت باشن با هم جمعشون میکنیم. 8 و 5 رو با هم دیگه جمعش بکنم میشه 13، همیشه هم علامت عدد بزرگه رو میذاریم براش و من میشه منفی 13. آقا نمیتونیم 6x و 6y رو چون 6 با هم دیگه جمعش کنیم؟ میگیم نه. چرا نمیتونیم؟ ما زمانی میتونیم عبارات رو با هم دیگه جمع و تفریقشون بکنیم که قسمت مجهولیشون، قسمت حروفیشون با هم دیگه یکی باشه. اگه قسمت حروفیشون با هم دیگه یکی نبود قابلیت جمع و تفریق کردنشون رو نداریم. خب بچه‌ها اگر سوالی موضوعی در رابطه با این هستش میتونید حتما از من بپرسید. امیدوارم که این موضوع رو خوب یاد گرفته باشین. خسته نباشید.